ماشین حسابا معمولا برای حساب کردن اعداد زیاد از غلامرضا کمک میگیرن. صدای غلامرضا تو کوه نمیپیچه، اما صدای کوه تو سر غلامرضا میپیچه. ترمیناتور رباتیه که غلامرضا تو بچگی برای کاردستی مدرسه ساخته. غلامرضا تو بچگیش ایستگاه آجیلندو میگرفت. غلامرضا میتونه بره پاساژ علاءالدین گوشی بخره تو پاچش نکند. غلامرضا نادر و سیمینو با هم آشتی داد. غلامرضا به غذاهای هندی فلفل میزنه. در اصل چون شیطان به غلامرضا سجده نکرد خدا نبخشیدش. غلامرضا پیچگویی نمیکنه، به حرفاش عمل میکنه. غلامرضا برای تمسخر سایز کوچیک دریک فیلمشو پخش کرد. هیروشیما آخرین شهری بود که به غلامرضا ایمان نداشتن. غلامرضا میتونه با خودکار آبی نارنجی بنویسه. غلامرضا فیزیکو به کریستوفر نولان یاد داد. معمولا وقتی انگوش کوچیکه غلامرضا میخوره به پای مب داد میکشه. مدیر بخش پیشگویی انیمیشن سیمپونسا غلامرضاست. غلامرضا یه بار دنیا رو نابود کرد. پشیمون شد، از تو سیواش دوباره آوردش. غلامرضا با وجود پلاتین هم میتونه از برج میلاد بپره. غلامرضا وقتی پاهاش خسته است اونا رو میکنه تو آتش فشان تا خستگی پاهاش در بره. به همین خاطری که از مزاد خوش شده آتش فشان‌ها سنگ پا تولید میشه. غلامرضا سامان ویلسون سر ضبط موزیک تلپورت کرد در دبیر. غلامرضا معلم ادبیات خیام بوده. غلامرضا تو گوشی آریا کوکسر یوتیوب نصب کرد. غلامرضا به اولین سامورایی که تاریخ شمشیر زدن یاد داد.